سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. خیلی از شماها به من مراجعه میکنید یا حالا پیام میدید که یک برنامه یا در نظر دارید، یک کاری رو دنبال میکنید ولی فرصت کافی برای انجام برنامه ها و کارهاتون رو ندارید، یا اینکه کارهاتون با تأخیر مواجه میشه یا زمان کافی و واسه انجام یک سری از برنامه هاتون نمیتونید در نظر بگیرید. خب ببینید دوستان، ما همگی با سیل عظیمی از برنامه ها و کارها توی زندگیمون روبرو و مواجه هستیم. حالا بعضی از ماها ممکنه کلاس‌های مختلفی رو بریم، برنامه مختلفی داشته باشیم، با دوستان مختلف بتونیم کارهای مختلف رو بخوایم انجام بدیم، با اعضای خانواده بخوایم برنامه‌های مختلف رو در نظر بگیریم و حالا منتظریم یک روزی برسه که ما بتونیم به این کارهامون رسیدگی کنیم و از پس انجام همه اینها بر بیاییم. خب اون روز چه روزیه؟ میخواید بدونید چه روزیه؟ اون روز هیچ وقت از راه نمیرسه. ما هیچ روزی توی برنامه هامون، توی زندگیمون نخواهیم داشت که بتونیم یک جا همه کارها، همه برنامه ها و همه اهدافمون رو جلو ببریم. پس همچین تصوری و همچین تفکری تفکر صحیحی نمیتونه باشه که ما بخوایم یک برنامه در نظر بگیریم که توی اون برنامه بتونیم از پس انجام همه کارها بر بیاییم و فرصت کافی واسه انجام همه امورمون داشته باشیم. راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما بیایم طرز فکرمون و دیدگاهمون رو تغییر بدیم و با تفکر صحیح، با عملکرد صحیح، با استفاده از یک سری تکنیک ها و روش ها بتونیم عملکرد صحیح رو داشته باشیم که بتونیم توی مسیر رسیدن به هدفمون گام های درست رو برداریم و راه رو اشتباه نریم. خب از این نکته شروع میکنم که همه کسانی که به یک موفقیتی رسیدن و تونستن توی مسیرشون به یک سری جایگاه‌های خوب دست پیدا کنن، کسانی بودن که تونستن این اصول یا حالا یک سری اصول صحیحی رو به روش کارشون اضافه کنن و عملکردشون رو تصحیح کنن. ببینید ذهن انسان به نحوی برنامه ریزی شده که بعد از مدتی انجام یک سری فعالیت‌ها و عملکردها و کارها به یک تکرار و عادت میرسه. الان این ما هستیم که انتخاب میکنیم که ذهنمون رو چجوری پرورش بدیم که یک سری کارهای درست رو انجام بده، یا برعکس پرورشش بدیم که بخواد تعلل کنه، بخواد هی کارها رو به تعویق بندازه، بخواد هی بهانه تراشی کنه برای انجام یک کارهایی، یا اینکه اینقدر کار و برنامه و مسیر تعیین کنه که به انجام هیچ کدومش نرسه و در واقع برای انجام کارهای مهممون ما هیچ وقت زمان کافی رو نداریم. پس اولین کاری که باید انجام بدیم قبل از اینکه ما بخوایم تکنیک هامون رو شروع کنیم، قبل از اینکه بخوایم اصول رو گام به گام با هم پیش ببریم و شروع به تمرین کردن کنیم، باید سعی کنیم که یک سری از کارها و فعالیت‌ها رو که واقعاً تأثیر توی زندگی ما ندارن یا تأثیرشون کمه یا حذفشون کنیم، اینکه بخوایم مدت زمانشون رو توی کارها و برنامه‌های روزمره‌مون محدود کنیم. این به راحتی به دست نمیاد. با تمرین، با عادت کردن، با اجبار کردن خودمون به انجام یک سری کارهای درست و منع کردن خودمون از انجام کارهای غلط میتونه حاصل بشه دوستان عزیز. پس اولین گام قبل از شروع تکنیک‌ها اینه که ما بیایم تمام فعالیت‌های روزمره‌ای که انجام میدیم رو روی کاغذ بنویسیم. این معجزه روی کاغذ نوشتن رو از دست ندید. هم هدفاتون و برنامه‌هاتون و تمام کاراتون روی کاغذ بیارید، فکرتون رو سبک کنید
و وقتی روی کاغذ بیارید یک برنامه عینی واسه اون تجسم میشه. دوستان عزیز نگید خب من برنامه‌ام توی ذهنم دارم، بله همه توی ذهنشون میتونن یک سری کارها و برنامه‌ها رو در نظر بگیرن، ولی همه اینها باید روی کاغذ پیاده سازی بشه. پس اولین قدممون اینه که ما بیایم یک لیست تهیه کنیم تمام کارهایی که انجام میدیم، هر کاری که ما توی مدت زمان حالا 1 هفته 2 هفته اخیر حداقل وقت میذاشیم واسش، انرژی میذاشیم واسش، رو روی کاغذ بیاریم و بعد ببینیم کدوم ها واقعا اهمیتی توی زندگیمون ندارن یا اینکه الان جزو اولویت های ما نیستن، حالا میتونیم کمشون کنیم یا اینکه اصلا حذفشون کنیم. اینها رو روی کاغذ بیاریم، اونایی که قابل حذف شدن هستن، قابل کم شدن هستن، حالا یا با ضرب در یا با یک دایره‌ای اینها رو مشخص کنیم و بعد ببینیم کدوم ها اولویت واسمون، اون اولویت ها رو حالا به ترتیب مشخص کنیم. این میشه اولین قدم واسه این که ما بتونیم یک برنامه‌ریزی صحیح داشته باشیم. اگر ما نتونیم یک سری اصول و روش‌ها رو در خودمون پیاده سازی کنیم، مثلا توی پروسه درس خوندن برای کنکور یا برای المپیاد خاص، ما هیچ وقت نمیتونیم مثلا بگیم که من حالا هر برنامه‌ای واسه شما در نظر بگیرم، حالا من یا همکاران دیگه یا خودتون اصلا مثلا اینقدر ساعت در هفته فیزیک میخونم، این ساعت ریاضیات میخونم، این ساعت زیست میخونم، نمیدونم شیمی و اینجوری میخونم، هیچ وقت موفق به انجامش نمیشیم. چرا؟ چون شما ساختار لازم رو برای انجام این کار هنوز در خودتون ایجاد نکردید. مثل یک بازیکن فوتبالی میمونه که میخواد بره حالا تمرین‌های تخصصی فوتبال رو انجام بده، اما هنوز بدنسازی رو شروع نکرده، هنوز تمرین‌های 2 میدانی رو شروع نکرده، هنوز تمرین پرش رو انجام نداده. یا یک کشتیگیر که مثلا حالا بگیم من فقط میخوام برم تکنیک‌های کشتی یاد بگیرم، همین نه، نمیشه. یک سری اصول داره، باید برای انجام این حالا کشتی خاص و توی اون وزن خاص یک سری بدنسازی خاص رو انجام بده که اون ماهیچه‌های بدن بتونه جوابگوی این تکنیک ها باشه. پس ما حتما باید این اصول رو در خودمون پیاده سازی کنیم و بعد به مرور زمان شاهد تحول و تغییرات عجیب غریبی در خودمون به زمینه عملکرد و کسب نتیجه خواهیم شد. و یکی از اصولی که حالا قبل از اینکه بخوایم حالا وارد اون تکنیک ها و روش های انجام کار بشیم اینه که ما میتونیم همیشه از زندگی افراد موفق تو حیطه‌ای که میخوایم شروع به کار کردن کنیم استفاده کنیم. مثلا میخوایم کشتیگیر خوبی بشیم، میریم عملکرد کشتیگیرها رو بررسی میکنیم. میخوایم فوتبالیست خوبی بشیم، میریم عملکرد فوتبالیستا رو نگاه میکنیم. میخوایم توی کنکور، توی فیزیک، ریاضیات، شیمی درصد بالایی بزنیم، میریم عملکرد رتبه ها رو نگاه میکنیم که مربیای موفقمون چه آموزشایی بهمون میدن و چه مسیرهایی رو بهمون پیشنهاد میدن. از تجربیات اونها استفاده میکنیم. ما نیاز نیست بریم همه چیزا از اول از ابتدا کنکاش کنیم و روش بسازیم و اصول به دست بیاریم. نه، میتونیم از اصولی که وجود داره استفاده کنیم. مثلا میخوایم بریم یه بیزنسمن موفق بشیم، میریم میبینیم که این کسانی که حالا کارهای تجاری و بیزنسی انجام میدن چجوری توی کارشون موفق شدن. پس یک مجموعه ای از همه اینها میتونه به ما اون مسیر صحیح و اون عملکرد صحیح رو نشون بده. پس قبل از هر چیزی ازتون میخوام که این اولویت بندی ها، اون حذفیات، اون مواردی که قرار حذف بشه رو در نظر بگیرید، اینا رو با منم در میون بذارید. حتما خوشحال میشم از انجام این کار. و مورد بعدی رو تو زمینه کاری خودتون ببینید چجوری میخواید عمل کنید. کل عمل کردتون برای اینکه بتونید تو هدفتون موفق بشید، حاضرید چجوری کار کنید، حاضرید چجوری عمل کنید و اون عملکردتون قطعا باید مشابه عملکرد افراد موفق توی مسیری که میخواد حالا به یه هدف خاصی برسه باشه. حالا نمیشه دقیقا با تمام جزئیات به اون صورت باشه، نه، کلیت کار، اینکه چجوری به صورت کلی ما چجوری باید عمل کنیم.
قطعا هیچ دو نفری 100% این هم نیستن، ولی کلیت کار و اصول کار رو میتونیم حالا به تقلید از افراد موفق انجام بدیم و جلو بریم. و اینکه تعیین کنیم که چه کاری ما قرار هست توی اولویت کارهامون بذاریم، هرچند سخت، هرچند نفسگیر، هرچند دشوار، ولی حاضریم تعیین کنیم و با خودمون این رو به صورت قرارداد مکتوب کنیم، اینو بنویسیم که هدف اول من حالا فلان هدف است، حالا میتونه هدف کنکورتون باشه یا هر هدف دیگه. هدف اولتون رو حتما تعیین کنید. دانش آموزان کنکوری خب قطعا الان هدف اولویت فکر نکنم حالا به جز کنکور داشته باشن. حالا کسایی که حالا ایتای دیگر دنبال میکنن هم باز به همین صورت اینو مکتوب کنید، بنویسید، مشخصش کنید. انشالله گام به گام طبق یک سری اصول و تکنیک ها روش پیاده سازی این اصول و اینکه چجوری جزو شخصیت ما بشه و جزو عادات ما بشه رو با هم تمرین میکنیم. با تمرین و تکرار میتونیم تغییر کنیم و با وقت گذاشتن میتونیم این کار رو انجام بدیم. امیدوارم که مطالبی که حالا با هم مطرح کردیم، صحبت کردیم مفید باشه واسهتون. منتظر گام‌های بعدی باشید دوستان عزیز. در پناه خدا باشید.